مریم مسعود دختری احمدشاه نوشته است که نفران زیاد برای او عکس تخریب شده مقبره پدرش قهرمان ملی را روان کردند. مریم مسعود دختری احمدشاه مسعود در واکنش به تخریب مقبره قهرمان ملی در صفحه توییتریش نوشته است که نفران زیاد برای او عکس‌های مقبره تخریب شده را روان کردند. دوستان عزیز، شما جگرخونی یک شیشه شکسته نباشید. جوانهای ما در پنشهر دارند پرپر میشوند. برعکس این باید خون شما را بیشتر به جوش بیارد. سلاحتان را به دست بگیرید، صدایتان را بلندتر کنید، دست این تر متجاوزها را از وطن قطع کنید. نوشته است مریم احمدشاه مسعود از خاموشی مردان کابل، هرات و نیمروز در حوادث پنشهر شکایت کرد و در صفحه توییتریش نوشت: مردان کابل، هرات و نیمروز، غیرت شما کجاست؟ چرا کنار زنان شما هم شعار آزادی را نمیدهیم؟ اگر سلاح ندارین، صدا کی دارین؟ یادرس میشویم که چند پیش نیروهای طالبان مقبره قهرمان ملی افغانستان شهید احمدشاه مسعود را قسما خراب کردند.